بعضی مردمای جاهل میگه پیغمبر چی بود؟ بگه نور بود. چرا؟ به خاطری که در قرآن آمده قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. قرآن کریم اینجا مراد نیست، چرا که کتاب پشت سر ازی ذکر شده. مراد از نور کی است؟ پیغمبر الله است. اون الله میگه که نور براتون آمده و شما قبول نداره. یک مولوی را در سی دی میبینم که دکتر صاحبه و مولوی صاحبه هم در مجلسش نشسته است و او گریانم میکنه. او مردم، کسایی پیدا شده که پیغمبر نور نمیدانه. پیغمبر نور بود، سایه نداشت. اما دکتر صاحبه و مولوی صاحبه یکیش انتقاد سر ازی نداره که اینجا نور معنی نیست که پیغمبر جسم بشری نداشت. نور معنی صفت نورانیت داره. نور چی را میگه؟ یک شی واضح را که خودم روشن است دیگران هم روشن کرده. اینی گروپ نور گفته میتونی. خودش روشن است دیگر روشنی هم داده. پیغمبر صداقت نبوتش شخصیتش مکمل روشن بود یا نه؟ خب دیگران روشنی آورد یا نه؟ دعوت داد، دعوت دین صفت نورانیت داشت. خب لیکن بشر بود یا نه؟ جسم داشت یا نه؟ از مادر تولد شده بود یا نه؟ تعجب به این بدبخت است که میره در مدینه در قبرش چیخ میزنه. اونجا نه، اینجا چی میگه؟ زار دیده روزی شما شنه روزه دیشنه روزه. شنه روزه را گفته رایسته او خود ملاق داده رایسته. در روزه چیسته؟ نور در روزه میباشد. اونجا خود جسم است، کالبد است. عجیب مردم است، یک طرفی دعوا را میکنه، باز دو طرف خلاف از صریح آیات قرآن کریم. خب اینجا صریح آیات قرآن کریم دیگه کدام است؟ محکم. آیت محکم کدام است؟ قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی. خودی پیغمبر میگه یا نمیگه؟ الله نقل میکنه از دهن پیغمبر. بگوی پیغمبر علیه السلام انما انا بشر، من انسان هستم. میخوره پیغمبر خوردن نوشیدن کده یا نه؟ یا که باز بشینه که پیغمبر در شکمی خود سنگار بسته میکرد. نور سنگ است در شکمی خود بسته میتونه چیزی که نور باشه. عجیب است، عجیب مردم، عجیب اشتباهات در مردم پیش میکن. باز چی میگه؟ سایه نداشت. خودش سایه نداشت، کالایش خود سایه داشت. او کدام طرف شده بود؟ عجیب گپ میزنه، مردم در اشتباه ورده. تعالی را فعلا در اینمی معاشره مسلمانایتان بسیار مردم سوال کنه اگر عقیده نور بودن پیغمبر نداشت، از بشر بودن اگر منکر نبود، این دستی مرقت کنی. امیال فعلا دمی معاشره تان است، فعلا همی عقیده را داره. ملایتان است، دمی او ملا دمی ما حول دمی محدوده است، دمی گردوبر است، گریان خیلی زیاد یاد داره. او میگه که نور است پیغمبر. اینا میگه استدلال از متشابهات است. خب چی میگه؟ میگه وی یا محمد قبول نداره. چقدر مردم بیادب است شان پیغمبر بیادبی میکنه. پیغمبر او درستی را میگه که جایز نیست. ابراهیم خلیل الله نگفت؟ آواز نداد ابراهیم خلیل الله؟ الله برش گفت که ادعوهن، آواز بده برش. بریمو پرنده های مرده ټوټه شده که در سر کوه مانده بود، الله امر نکرد ابراهیم خلیل الله را که آواز بده. الله میگه ابراهیم خلیل الله را مامور کرده که آواز به اونمو پرنده های پارچه آواز بده، او تو پیغمبر میگی که آواز نده. ما خو میگیم که اونجا معجزه بود. الله ابراهیم خلیل الله را به طریق معجزه نشان میداد که پرنده ها چی میشه؟ بگه جمع میشه و پرنده میشه و پیش روی پیغمبر ابراهیم خلیل الله میآید. اما اونجا آیت قرآن صریح است، یا ایها الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء چیست؟ دعاء الرسول که دعاء بعضکم بعضا. نگردانی آواز دادن پیغمبر به مثل آواز دادن بعض شما برای بعض دیگران، که شما یکی دیگه تانه صدا میکنی او احمد او محمود، با پیغمبری طور صدا نکنی. چی طور بگوی؟ یا رسول الله، یا حبیب الله، یا نبی الله. نه، او در کدام حالت که پیغمبر چی بود؟ زنده بود، روی بروی بود. اگر اونجا یا محمد بگویی نام پدری تگاهی گرفتی آواز داده که فلانی بازوجا اون سخت بیادبی میشه، یا مردم گول میزنه. حتی ما مناظرت داشتن، باز در مردمی طور میگفتن یا محمد قبول نداره. سعی کنه اینجا هم از متشابهات کار میگیره. میفهمه چی میگفت؟ یا محمد قبول نداره.
او مردمی طور فکر میکرد که اینی مردم محمد قبول نداره او منظورشان خو این طور بود که این مردم یا محمد گفتن چی نیسته قبول نداره. ما میگیم که یا محمد گفتن در شان پیغمبر اگر حیات باشه نزدیک هم باشه بی ادبی است. چیسته؟ چرا که یا محمد یا اعرابی گفته یا یهودی گفته یا منافق یا الله یا جبرئیل امین. الله و جبرئیل امین خود چیست؟ بگوی مکلف نیستن، اما دیگران امو کسایی گفته که وا قدر و قیمت پیغمبر علیه السلام نمیشناختن وا گفته او یا قطعا مناظره سری ازی داره او بعد از وفاتش یا محمد کلمه یا برای حاضر شدن استعمال میشه. چی؟ او فلانی برای کسی آواز میدی که او بشنوه و مقصد تم بدانه. پیغمبر میشنوه مقصد آدم میدانه در مشکل رسیده میتونه. باز دیگه مولایش گفت که نه ما به اون طریقه نمیگیم، به طریق چی میگیم؟ محبت. به طریق چی میگیم؟ محبت با پیغمبر عبادت است یا غیر عبادت؟ محبت با پیغمبر جز ایمان است، عبادت است. کسی که محبت با پیغمبر نداشته باشه کافر است. چه است بگوی؟ کافر است. خب وقتی که محبت پیغمبر عبادت شد، عبادت طریقه داره یا نداره؟ طریقش کی بیان میکنه؟ در کدام جای پیغمبر ما را گفته که مرا صدا کنی برای محبت ما یا محمد؟ او میگه کسی که مرا محبت میکنه سنت مرا زنده کنه. اگر محبت میکنه درود بفرسته بالای کی؟ نگفته که یا محمد گفته چیخ بزن.